علف تراش با موتور 2 زمانه بگیرم یا موتور 4 زمانه؟ علف تراش دوشی بهتره یا علف تراش پشتی؟ این سوالیه که هر روز شما تو دایرکت از من میپرسین. امروز میخوام تو این پست کامل بهتون جواب بدم که 2 زمانه بهتره یا 4 زمانه، دوشی بهتره یا پشتی. قبل از اینکه بخوام بگم دوشی یا پشتی، بذارین 4 زمانه و 2 زمانه رو با هم مقایسه کنیم. موتورهای 2 زمانه همونطور که میدونین روغن و بنزین با هم مخلوط میشه، به عنوان سوخت استفاده میشه. تو موتورهای 4 زمانه روغن جداست، بنزین جداست، ولی 2 زمانه و 4 زمانه بودن معنیش اختلاط روغن نیست. وقتی میگیم موتور ما 4 زمانه است، یعنی میلنگ موتور و حالا پیستون موتور 4 تا مرحله رو طی میکنه تا یک دور نیرو بده، میلنگ رو بگردونه و حالا این نیرو انتقال پیدا کنه به تیغه یا هر چیز دیگه. تو موتورهای 4 زمانه مرحله اول پیستون میاد پایین و عمل مکش صورت میگیره یا همون تنفس صورت میگیره، این میشه مرحله اول. تو مرحله دوم پیستون میاد بالا و هوا و سوخت و موتور حاکم میکنه و انفجار صورت میگیره. تو مرحله سوم انفجار باعث پایین اومدن پیستون و انتقال قدرت میشه و در نهایت در مرحله چهارم یک بار دیگه پیستون میاد بالا تا دود داخل محفظه سیلندر رو خارج کنه. پس تو موتور 4 زمانه پیستون اومد پایین، میلنگ یه نیم دور چرخید، دوباره اومد بالا، یه نیم دور دیگه چرخید، انفجار صورت گرفت، یه نیم دور چرخید، دود میخواد خارج بشه، یه نیم دور دیگه چرخید. 2 دور میلنگ گشت ولی یک بار انفجار داشتیم. این 4 مرحله میشه دلیل نامگذاری این سبک موتورها که بهشون میگن 4 زمانه. تو موتور 2 زمانه به چه صورته؟ دو تا مراحل با هم ادغام شده. مرحله 1 و 2 با هم انجام میشه، مرحله 3 و 4 هم با هم انجام میشه. یعنی خروج دود با تراکم توی مرحله است، تنفس و اون انتقال نیرو هم توی مرحله انجام میشه. پس هر دوری که میلنگ میگرده یک بار انفجار داریم. برای همینه که ما میگیم موتور 2 زمانه دورش 2 برابر موتور 4 زمانه است. این تفاوت موتورهای 2 زمانه و 4 زمانه است. خب حالا علف تراش به موتور 4 زمانه بهتره یا موتور 2 زمانه؟ ببینید هر کدوم از این موتورها تو جایگاه خودش بهترین کاربرد دارن. موتورهای 2 زمانه علف تراش چند تا خوبی دارن. اول اینکه به هر سمتی بگرده مشکلی نداره، یعنی شما میتونی عمود کار بزنی، برعکسش کنی، استفادهش کنی، به چپ بگردونی یا به راست، هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون کارتر روغنی نداره که وقتی برگردونیش روغن به یه سمت بیاد و سمت دیگه روغن نداشته باشه. دور این موتورهای 2 زمانه بالاتر از موتور 4 زمانه است، پس به درد الحاقی‌های شخم‌زن میخوره. کسایی که میخوان الحاقی شخم‌زن استفاده کنن سعی کنن موتورهای 2 زمانه بگیرن. ولی جزو مشکلات موتور 2 زمانه چیه؟ ببین تو موتور 2 زمانه مخلوط روغن و بنزین وارد کاربراتور میشه و وقتی میمونه یه گوشه این مخلوط روغن و بنزین روغن ته‌نشین میشه یا حالت چسبناکی هم میگیره، روزنه‌های کاربراتور رو میبنده. اکثر موتورهای 2 زمانه بعد از اینکه چند وقت میمونن کنار روشن شدنشون خیلی سخته. هر چند وقت نیاز به شستشوی کاربراتور یا حتی تعویض کاربراتور داره. موتورهای 2 زمانه دود زیادی میکنن. ممکنه اذیت کننده باشه تو محیط‌های شهری، تو خونه باغا این دوده اذیت کنه اپراتور رو. سر و صدای این موتور 2 زمانه خیلی زیاده، باعث میشه که نشه تو محیط‌های شهری استفادهش کرد. کمپرس موتور 2 زمانه به نسبت بیشتر از کمپرس موتور 4 زمانه است. هندل زدنش خیلی سخت‌تر از موتور 4 زمانه است. ولی از اون طرف با حجم موتور ثابت تو موتور 2 زمانه و 4 زمانه عدد بیشتری شما از موتور 2 زمانه میگیری. تو موتور 4 زمانه شما خروجی اگزوزتون هیچ دودی ندارید. کارتر روغن داره، روغن و بنزین جداست. موتور خیلی نرمتر کار میکنه چون دورش نصف دور موتور 2 زمانه است، ولی خب یک مقداری قدرتش پایین‌تره. شما نمیتونید موتور 4 زمانه تو هر جهتی استفاده کنید. اگر برگردونیش به سمت بالا و چند دقیقه روشن باشه موتور میسوزه. ولی از خوبیاش اینه که چون مخلوط روغن و بنزین وارد کاربراتور نمیشه، کاربراتورش دیرتر از موتور 2 زمانه خراب میشه. کمپرس موتور 4 زمانه خیلی کمتره دیگه، هندل زدنش هم راحت‌تره. اگه بخوایم کلی بگیم خرابی و استهلاک موتور 2 زمانه بیشتر از موتور 4 زمانه است، ولی تمام قطعاتی که موتور 2 زمانه داره به نسبت ارزان‌تر از موتور 4 زمانه است. اگر یک بار تعمیر کامل انجام بشه رو موتور 2 زمانه نهایتاً 500 تومان خرج شه، ولی نمیشه با 1 تومان تعمیر کامل موتور 4 زمانه رو جمعش کرد. سوال دوم اینه که مدل دوشی علف تراش رو تهیه کنیم یا مدل پشتیش رو. موتورهای علف تراش دوشی و پشتی با هم تفاوتی نداره، یا مثلا دور تیغه هاشون با هم فرقی نداره، فقط تیپ گرفتن علف تراش توسط اپراتور با هم متفاوته.
یک مقداری سخت‌تر معمولا باش کار کردن، چون وزن کامل روی یک سمت دوش یا دو سمت دوش قرار میگیره. اگر موتورتون تو این حالت 4 زمانه باشه و بخواین الحاقی اره نصب کنید و به این صورت استفادهش کنید، موتورتون به زودی آسیب میبینه. پس اگر موتور 4 زمانه دارین و میخواین از الحاقی اره استفاده کنین، بهتره که مدل کوله پشتیش رو بگیرین که موتور تراز وایسه و این شلنگی که این سمت قرار داره این اجازه رو به شما بده که شما دسته رو به هر سمتی بگردونید. ولی اگر موتور 2 زمانه دارین، مدل دوشیش میتونه تو هر سمتی کار کنه و هیچ ضرری هم براش نداره. در کل به این صورتی که مدل‌های دوشی یک مقداری سخت‌تر کار کردن باشون نسبت به مدل‌های پشتی. یه موضوع دیگه ای رو هم که باید در نظر داشته باشین اینه که وقتی علف تراش کوله پشتی دارین، الحاقی شخم‌زن بهش تا حد امکان نصب نکنید. نیروی خروجی موتور توسط یه فنری انتقال داده میشه داخل این لوله که یک شافتی هست در واقع، وصل میشه به اون شافت. وقتی شما از الحاقی شخم‌زن استفاده میکنید، خیلی زودتر از حالت علف زنی بریده میشه. امیدوارم که این محتوا براتون مفید باشه و زمان خرید بهتون کمک کنه که علف تراش دوشی 2 زمانه بگیرید یا پشتی 4 زمانه. ممنونم واقعا از همراهی و حمایت شما.